درود بر شما تماشاگران گرامی. ما طول یک هفته بود که برنامه امروزه را ما هم انتظار بودیم و هم شما نیز انتظار بودید. برنامه فردای تاجیکستان را با پخش مستقیم آغاز میکنیم. موضوع امروزه ما طلا و سنگ‌های قیمت‌بها در تاجیکستان و تقدیر آنها است. سنگ‌ها و متال‌های قیمت‌بهای کشور تشکیل دادند. اما با ما پوشیده است که تاجیکستان چقدر طلا استحصال میکند، سالانه استحصال تاجیکستان چقدر است، در تاجیکستان کیها به این کار مشغول هستند، بیشتر به ما پوشیده است. چین دسترسی دارد و حتی سر و صدای های هم وجود دارد که این سنگ ها و متال های قیمت‌بهای تاجیکستان خصوصا طلا همچون اشیای خام از تاجیکستان به چین می رود و در چین بدون برکش به چین می رود و در چین کار کرد می شود. یعنی کارهای انالیزی و همه چیز جدا کردن طلا از خاک، از گل، همه در چین می گذارد. چقدر استحصال می شود، چقدر هست، چقدر نیست، این پوشیده است. چون که قانون هم معین کرده است که طبق قانون گزارش از مقدار طلا منع است. برای همین دو سال، خصوصا 2 سال اخیر گزارش از مقدار استحصال طلا در تاجیکستان وجود نداشت. سال 2012 در تاجیکستان تقریبا زیاده از 2400 تن طلا استخراج شده بود. ببخشید 2 تن 400 کیلوگرم طلا استخراج شده بود. سال 2000 الکی این در سال 2015 به 4.5 تن نرسید. در سال 2016 باشد به زیاده از 5 تن نرسید. در سال 2019 گفتند که نسبت به سال پیشین استحصال طلا تقریبا 25% زیاد شده است، اما مقدار رو نگفتند. از همین در حساب درصد تقریبا می شود تخمین زد که قریب 8 تن در تاجیکستان سال 2019 تا سال 2019 طلا صادرات استحصال شده است. و از روی صادرات هم ما اگر به این اهمیت دهیم 55% صادرات تاجیکستان را در سال 2020 طلا و سنگ‌های قیمت‌بها تشکیل دادند. یعنی تاجیکستان مجبور شده است در سال 2020 آنچنان اقتصادیاتش خطور کرده است، آنچنان سقوط کرده است که مجبور شده است 55% صادرات کشور را از حساب ذخیره‌های مالی کشور، ذخیره‌های مثل سنگ‌های قیمت‌بها و طلا بپوشاند. تماشابینان عزیز، اینجا در برنامه ما 4 نفر کارشناسان حضور دارند و ما از ایشان خواهش کردیم که در برنامه ما شرکت کرده باشند و ما از معلومات آنها استفاده بریم. شما تماشابینان گرامی، خواهش میکنم پیش از آن که نوبت را من به کارشناسان بدهم، خواهش میکنم یک و یک شما تگمه لایک را پخش کنید، کسانی که وارد شدید، تا اینکه دیگران با خبر شوند و وارد شوند. پیوند یا سلکه نوار را به دیگران بفرستید تا اینکه دیگران هم با خبر شوند و به اینجا وارد شوند. ما کوشش میکنیم در این برنامه معلومات هایی که شما در عمرتان درباره کندنی های فایده‌ناک، ثروت های زیرزمینی کشور نشنیدید بشنوید، یا اینکه شنیدید و به فراموشی انداخته اید یادآور شوید. و بسیار چیزهایی هستند، بسیار سرهایی هستند که امروز در برنامه فردای تاجیکستان شما خواهید شنید. همچنین در برابر کارشناسان ما شما می توانید همراه کارشناسان ما در بحث ما شرکت ورزیده باشید و
می توانید سوال داشته باشید، سوال بدهید، یگان فکر ملاحظه داشته باشید، فکر ملاحظه های خود را بیان کنید در همین باره. لطفاً آمادگی خود را بینید. اعلان میکنم که در برنامه از تحقیر استفاده کردن، از سخنهای ناجا استفاده کردن منع است. تنها ملاحظه، پیشنهاد و ابراز فکری اندیشه در برنامه اجازت است و خلاص. هر کسی که در همین باره معلومات دارد مرحمت آمادگیش را بیند، معلوماتش را ارائه نماید. و هر کسی که میخواهد به این کارشناسان ما یا به ما سوالی داشته باشد مرحمت سوالش را آماده کند. تا به شما نوبت دادن ما البته با کارشناسان صحبت میکنیم و اینجا چند معلومات را پیش از اون که نوبت را به کارشناسان بدهم به شما میرسانم که تماشاگران گرامی، خریداری اساسی سنگ‌های قیمت‌بها و طلای تاجیکستان چندین سال آخر کشور شویتساریا است. کشور شویتساریا که گفتیم خودتان درک کنید که گپ درباره چی می رود. و 90% صادرات متال و سنگ‌های قیمت‌بهای تاجیکستان نیز به همین کشور یعنی به شویتساریا صادرات شده است. 90%. و قانونی هم وجود دارد در تاجیکستان که طبق قانون باید هر یک شهروند تاجیکستان که میخواهد طلا استخراج کند، کارکرد طلا را به راه ماند، طبق قانون حقوق دارد. ولی متاسفانه ایده از گروه مخصوص استحصال، کارکرد، استخراج همه این مسئله ها را از خود کردند و نمیگذارند که کسی دیگر به این کار سر کار گیرد. یک بار گفتن که تقریبا به 40 نفر لیسنس دادن، یک بار گفتن تقریبا به 50 نفر لیسنس دادن، اما آنها کیستند نشنیدیم. سال 2019 از سال 2012 به فکرم بعد سال 2019 لیسنزی یا خود اجازت نامه ارتل آدینه به پایان رسید. اگر از نو نکرده باشد به پایان رسید و دیگر کسان را ما نشنیدیم که تا حال حاضر بجز همون شرکت هایی که با کشورهای چین همکاری میکنند دیگر ندونستیم که با خبر نیستیم و در رسانه ها هم گفته نشده است که کیها به استحصال یعنی کارکرد و استخراج طلا سر کار میگیرند. حالا ما نوبت را به کارشناسان عزیز میدیم. سرول اینجا من کارشناسان را با شناس میکنم. کارشناس ما نامزد علوم جغرافی حاجی بابا دادارجان یعقوبوف، این کس سالیانی دراز در دانشگاه دولتی شهر خوجند به نام باباجان غفوروف در فاکولته جغرافیا درس گفتند و از همچون متخصصی ساحه جغرافیا از بسیار این مسئله ها آگاه هستند. کارشناس دیگری ما موجود صاحب نظر و کارشناسی مسائل اجتماعی که ایشان نیز خانم بسیار در سالهایی که در تاجیکستان بودند همچون روزنامه‌نگار کار میکردند، همچون کارشناسی مسائل اقتصادی در ساحه گیولوژی و دیگر و هاکازاها بسیار سر و کار گرفتند. از این مسئله ما بسیار آگاه هستند. کارشناس دیگری ما عبدالمنان شیرالیوف، اقتصاد شناس، کارشناسی مسائل اقتصادی هستند و همه شما میدونید که یکی از نفرانی میباشند که نظرهای اقتصادشان در شبکه‌های اجتماعی نشر می شود. یک کارشناس دیگری ما سیاستمدار شناخته کشور علیم شیرزمانوف هستند که ایشان نیز در این باره فکرهای خود را دارند.
حالا ما از بزرگوار حاجی دادا جان یعقوبوف سر سر میکنیم. میکنیم. من من اینجا بدون بدون مقدمه مقدمه از از دادا جان دادا جان یعقوبوف یعقوبوف میپرسم میپرسم که که موقع موقع جایگیرشوی جایگیرشوی ابیکتی این ابیکتی یا این آن یا آن نمودی نمودی کندنی های کندنی های فایدهناک فایدهناک درباره‌اش درباره‌اش گپ گپ میزدید. میزدید. بفرمایید. بفرمایید. تشکر. به نام خداوند بخشنده و مهربان. حاضرین ارجمند، در قانون ذخیره های طبیعی و عاقلانه استفاده بری آن در کل کشورها نشان داده شده است که هر یک فرد از آن روزی که تولد می شود حقبر هست. این معنای آن را دارد که کل ملت در استفاده بری یعنی ذخیره های طبیعی باید منفعت دار باشد، حق داشته باشد. ذخیره های طبیعی تاجیکستان نسبت ملت، نسبت اهالی، نسبت تریتوریا خیلی بای است. گفتن ممکن است که قریب که همه کندنی های فایده‌ناک زیر زمینی هست. بایگری ذخیره های طبیعی تاجیکستان را در نوبت خود ما به دو جدا میکنیم. یکم این ذخیره های طبیعی زیر زمینی که این کندنی و فایده‌ناک است. دوم ذخیره های طبیعی روی زمینی. این اقلیم یعنی حرارت، یخ، آب‌های داخلی یعنی دریاها، کلها، آب‌های زیر زمینی، بحرها، آبانبارها، دیگر پوشش خاک، عالم رستنی، عالم حیوانات و دیگرها. لیکن امروز ما تنها درباره کندنی‌های فایده‌ناک زیر زمینی سخن میگیم. قلمرو تاجیکستان را از جهت گیولوژی به 5 زون گیولوژی تقسیم کرده می شود. یکم زون این تاجیکستان شمالی که قسم تاجیکستان شمالی قطارکوه‌های قرامزار و یک قسم چوکیده وادی فرغانه را در بر میگیرد. دوم تیانشان جنوبی قسم زیاد تاجیکستان مرکزی. سوم حصار یعنی قسم پامیر شمالی. از همین حصار قطارکوه حصار دوام میشد تا پامیر شمالی. قسم چهارم چوکیده افغان تاجیک میگن یا اینکه تاجیک و افغان که قسم جنوبی را در بر میگیرد. پنجم قسم جنوبی پامیر شمالی. همینطور تاجیکستان را به 5 زون همین گیولوژی جدا کرده می شود که هر یکی این زونه ها خصوصیت خاص خود را دارد، کندنه فایده‌ناک خود را دارد. در تاجیکستان تا کنون از 600 ذخیره طبیعی زیرزمینی از جمله متال های نادر آشکار و تحقیق شده است. حالا در 400 کانهای کشور ذخیره های گوناگون کندنه فایده‌ناک معین کرده شده. در 100 تای آن امروز کار رفت ایستاده است. یعنی این ذخیره ها اساساً از تینک، قرغاشیم، ویسموت، ولفرام، مولبدن، میس، طلا، قلعی، نقره، سرمه، سیماب، مرگنز، مگنی، معدن آهن، سنگ های قیمت بها، اشیاء خام بار، فتار و دیگرها که از روی همین نامبر شده ها معلوم است که تاجیکستان یکی از بایترین کشور است. تنها
از من شما باید چیکار کرد؟ ما باید کارکرد عاقلانه این بایگری را آموخت. نگویم که نمیدانیم، نه، آموزش کردن در کار است. اکنون امروز که در موضوع شوکت جان گفتند که طلا و دیگر سنگ‌های قیمت‌بها، ما درباره طلا استفاده می‌گذاریم. اساساً طلا گفتن ممکن است که هم در تاجیکستان شمالی، هم در تاجیکستان مرکزی و هم در پامیر و هم در جنوبی کوههای حصار واقع است که قریب طلا در 150 میدان واقع است. این کم نیست برادرها، این خیلی زیاد است. من در کوه قرامزار با نام شرکت اپریلوف که میگویند که در اینجا شرکت مشترک یعنی تاجیک و کانادا کار میکنه. در وقت همین استحصال این یا آن کندنه فایده‌ناک نه تنها همون نامبر میکنه، بلکه دیگر نمودی کندنه فایده‌ناک هم یک جایه با میخورن. من مثال در ترکیب سرمه و سیماب جیجیکروت تاجیکستان مرکزی ناحیه عینی آهن ویسموت هست. یا اینکه در قرامزار یعنی در معدن آهن طلا هم هست. دیگر نقطه طلا به هر یکایی که من شما معلوم است که کارخانه مشترک تاجیک و خطای زراوشان که این در ناحیه پنجکن جایگیر شده است، یکی از بزرگترین کان به شمار می رود و استحصال آن هم خیلی زیاد است. 70% طلای تاجیکستان را ان همین شرکت مشترک یعنی خطای و تاجیک. دیگر شرکت از روی مطبوعات به شما معلوم، چون که ماه‌های آخر، سال‌های آخر گفته شد درباره کان دوابه شرقی کمرگ بالایی که این شرکت تیوی ای خطای در اینجا کار میکند. یا اینکه کان طلای قطارکه حصار جنوبی یعنی پاکرود در پامیر در منطقه درواز جایگیر شده است. خیلی که شوکت جان گفته گذاشتن در طرف درواز، در طرف خوالینگ کارکردی یعنی اندویدلی شخصی که در اینجا ارتلی آدینه گفته گذاشتن. ارتلی آدینه وقتش سراکش مدتش با آخر است، ولی در اینجا باز یک کارخانه مشترک درواز تشکیل شده است که این هم با کارکرد شستشوی طلا مشغول است. دیگر یکی از سنگ‌های معدن‌های قیمت‌بها که به ما معلوم است این نقره. از جهت ذخیره نقره تاجیکستان در آسیای مرکزی در جای یکم است، یعنی از جهت ذخیره بالاترین. معدن نقره با یک جایی قرقاشیم و دیگر معدن ها سینگ و میخورند. یعنی همین معدن نقره در تاجیکستان شمالی در آلتین تاپکن، حاضر نامش زرنسار، این ازبکی آلتین تاپکن خیلی که محلش ملت که در آنجا ازبک زبان هست آلتین تاپکن میگن. در کان منصور شرقی، ادرسمون،
همین خیلی جاها هست. لیکن یکی از معلوم به من شما معلوم که در مطبوعات خیلی پنج شده بود، این کانی نقره یک جلغه که این در پامیر شرقی در ناحیه مرغاب جایگیر شده است. اگر نقره را به دیگر به غیر از آسیای مرکزی مقایسه کنیم ذخیرش را، حتی در EDM هم جای اول را میگیرد. دیگر معدن قیمت بها این پرغاشیم سینک هم در قرامزار در کان منصوری کلان میگویند، یعنی در زرنسار، که ذخیره این زیاده 1 میلیارد تن است. 1 میلیارد تن. دیگر یکی از معدن‌های قیمت این سرمه، یعنی از همین جهت در آسیا ما در جای سیوم میستیم، پس از کشور بزرگ خیتای و تایلند. حتی در EDM هم ما در جای اول میستیم. این اساساً در تاجیکستان مرکزی در ناحیه عینی باز در حصار هست. ولی سرمه استحصال آن در تاجیکستان تا آخر استحصال کرده نمی شود. کنسنتریت آن را به دیگر جمهوری ها می بردن. در دوره شورا این معدن را به قرقیزستان، یعنی همین از اسفر کمتر دورتر کان حیدرکان هست، همونجا برده استحصال میکرده. یکی از الیمنت های قیمت بها ولفرام که این خیلی ضرور است. خلاص یک جای میگوییم با دیگر الیمنت ها کندوی فادنات، ولفرام، مولیبدن، ویسموت، همه اینها خیلی الیمنت های ضروری در صناعت، حتی در صناعت های اتمی استفاده برده می شود. در اینجا معدن آهن در تاجیکستان شمالی و در پامیر جایگیر شده است. چرا تا امروز معدن آهن را کارکرد نمی کنند؟ ولی محصولات معدن آهن امروز ضرور است، برای آنکه در دوره شوروی همین یک چیز گویه میشن، یعنی انگشت کوکس دهنده، انگشت انتراتسیت استحصال نشده بود، ولی امروز این حاضر استحصال شده است. ما میتوانیم معدن آهن را به کار اندازیم، چون که کل ساختمان گفتن ممکن است که به محصولات معدن آهن به معنی است. به فکرم در اینجا فایده اکتفا میکنم. صداتون گم شد. به فکرم که شما آوازتان نیست. صدای من میره بعد به شما؟ آمد. بسیار خوب. من از همین معلوماتی ذکر کرده شما بسیار چیزها گرفتم. حتی اینجا در چند مسئله تاجیکستان رو گفتید که در جای اول در آسیای میانه می ایستد، در منطقه می ایستد، و حتی گفتید که بعضی از ذخیره های معدن های کشور تا 1 میلیارد تن هستند و هاکذا. من اینجا از شما میخوام بپرسم که چرا کانهای طلا، نقره، رو، قرغاشی، سینگ و غیره
به شرکت های خارجی چرا ما همه قدر ثروت ها چنانی که شما ذکر کرده داشتیم، ولیکن اکثریت این کنهای تاجیکستان رو شرکت های خارجی گرفتن و استخراج میکنند. من بنده اوید این مسئله چنین فکر و اندیشه دارم. البته ما یک تکنیکومی گئولوژی داشتیم که یعنی آسیای میانگی بود. فاکولتت های گئولوژی داریم البته، لیکن متخصص انا همین متخصص یعنی اولا کشف نمودن، تحقیقات نمودن، استخراج همین معدن ها و استحصال همین معدن ها به متخصص در تاجیکستان ناکفایه است. اوید این مسئله اگر شما در آخر اجازت فرمایید من پیشنهادهای خودم را میگم. دوم برای کارکرد این یا آن کان دارایی داشتن در کار است، یعنی پول داشتن در کار است، سهمیه داشتن در کار است که انا همین سهمیه را تاجیکستان سری وقت فراهم آورده نتوانست. این را شرکت های خارجی فهمیدند که تاجیکستان هم از متخصص تنقیص میکشد، هم از جهت سهمیه تنقیص میکشد. این را شرکت های خارجی تیز فهمیدن. اول انگلیا آمد و شرکت همین مشترک زرافشان، پس به تاجیکستان شمالی کانادا آمد. کانادا امروز کار کرده استاده است با تاجیکستان یک جایه و آخرون قریب که ممکن است که 90% کانها امروز در دست شرکت های خطایی هستند. قریب که 10 شرکت در استحصال و استخراج کانها کار کرده استاده است. قسم زیاده شرکت های خطایی هستند. من در اینجا البته در مقاله ها نوشته بودم، فکر و اندیشه خود را گفته بودم و فکری من در اینجا یک سر هست که ما امروز کل شرکت های خطایی را جلب کرده به دست آنها داده استادیم. اگر شما اجازت دید پیشنهادهای میگویم، نه اگر ثانی گید بس ترا می نمایم. محترم حاجی بابا، انشالله کوشش میکنیم که در دوام برنامه پیشنهادهای شما را هم گوش کنیم. آواز نیست. حاضر محترم حاجی بابا، کوشش میکنیم که در رفت برنامه پیشنهادهای شما را گوش کنیم. حاضر من از اپای موجوده میخواستم بپرسم که آیا مردم تاجیکستان امکانیت دستکاری و کارکرد مستقلانه طلا، متل و سنگ‌های قیمت بها را دارند؟ اینجا حاجی بابا چند چیز را ذکر کردم. گفتن که متخصص نمیرسد و عموما سرمایه نمیرسد و کذاها، لیکن یک قانون رو هم ذکر کردن. آیا در تاجیکستان مردم تاجیکستان که از قدیم ملایو مثلا گریم کارکرد طلا بوده است در تاجیکستان، مردم تاجیک از این چیز آگاه بودند و آیا این امکانیت در مردم قطاری تاجیکستان هست؟ فکر خود رو بیان میکرده در این باره. اول سلام علیکم به تماشاگران محترم میگم و بعدا در نسبت اون سوالی که شما دادین که آیا مردم تاجیکستان امروز میتوانند که مستقلانه طلا به دست بیارن یا در کارکرد سنگ‌های قیمت با سنگ گیرن. اگر به این سوال از نگاه امروز نگریم، یعنی که متخصص واقعا نمیرسد، اما اگر به تاریخ چند هزار سال پیش نظر اندازیم، واقعا مردم تاجیک میتونستند که تلاشویی دستی یعنی خیلی خوب بلد بودن، میتونستند که طلا به دست بیارن و خیلی هم زیاد.
و در این مسئله که اگر ما امروز به مردم امکانیت دیم این کار رو کرده میتونن یا نه، جواب من این است که اگر مردم رو امروز هوسمند کنن و به مردم امکانیت دین، مردم ما میتونن که این کار را کنن. در اینجا مثال آوردین از ارتل زرشویی اودینه. این ارتل هم سالهای زیاد مشکلی زیاد داشت، یعنی نمیتونست که لیتنزیا به دست بیارد برای کار کرد، برای شستشوی طلا در منطقه شگنو، در منطقه دروز و در دیگر منطقه. و خیلی بعد از سرسانی و سرگردانی خیلی زیاد به این ارتل مؤثر شد که به طلاسشویی دست زنن و خیلی در این سمت موفق هم شدن و 150 کارگر رو به کارم فرا گرفتن. یعنی نتیجه خیلی مثبت به دست آورده بودن و در این زمینه یک تا کارخانه دیگر در دروازه به فعالیت شروع کرد و این کارخانه میتونستن که مردم زیاد جلب کنن و اون مردمی که در این منطقه زندگی میکنن و این روز بیکار هستند و زیادهشون این روز در مسافرت، در مهاجرت مهنتی، در مسافرت قرار دارند، میتونستن این مردم آموزونن و این مردم صاحب جای کار شوند. متاسفانه باز هم در اینجا مشکلی اون است که لیتنزیا به دست آورده نمیتوانند و هوسمند هم نیستند. اگر در این سمت امروز حکومت یک برنامه مشخص، یک برنامه مخصوص روی کار بیارد و در یک مدت کوتاه مردم آموخته شوند در یک جایگی با وزارت مهنت و شغل اولی، با ساحه گیولوژی، یعنی با کمیته گیولوژی، اگر متخصصان این کمیته در یک جایگی با وزارت مهنت امروز به آموزش مردم شروع کنند و به مردم امکانیت دهند، ما میتونیم که در این سمت موفق شویم. از آنه که مثال امروز زیاد سخنها اطرافیان میرن که سنگای قیمت با بوروی قاچاق به دست آورده میشن. واقعا بوروی قاچاق به دست آورده میشن اما صفت خیلی پس دارن، به او خاطر که مردم در اینجا کار میکنن، میخوان که سنگ به دست بیارن اما طرز چگونه به دست آوردن اون رو نمیتونن. یعنی خیلی هم اون سنگی که قیمت خیلی بلند دارد، در وقتی که اون یک نفر به دست میبیارد و نمیتوند که اون چگونه باید به دست بیارد و اون سنگ صفت خود رو گم میکنه و اون خریدار هم پیدا نمیکنه. یعنی زیاد در این باره زیاد سخنان میشنویم که اون نفر رو با قاچاق سنگ به دست آوردن، اما در اصل این سنگا اصلا صفتشون به طلبات بازار امروزه جوابگو نیست، یعنی خریدار پیدا نمیکنن. و یکی از راه‌های دیگر در این دست ما زیاد میشنیم که در دیگر کشورها، مثال در خود کشور همسایه افغانستان ما هستن مغازه‌های مخصوصی که اونها از مردم این سنگا را میخرن، یعنی که برای سنگ مردم جزا نمیتن بلکه اون هوسمند میکنن و اون یک مبلغ معین میتن و اون میتوند که یک سنگ خوب به دست بیارد، اون به دولت سپارد، هم از این دولت فایده بیند هم خودی اون نفر فایده بیند. متاسفانه امروز در تاجیکستان مثال به کارکرد سنگای قیمت با فقط یک کارخانه مشغول بود، اینم کارخانه جمس بود که اون از سال مالیه مشکلیات داشت و سری وقت به اون لیسانس نمیدادن و از امتیازهای معین هم برخوردار نبود، اونم فعالیت خود رو قطع ساخت. و متاسفانه ما چون پیشتره میمونیم گدو در بدر دیگر خلق و در اینجا آقای موجوده بسیار خوب اینجا با بسیار چیزهای خوب اشاره کردید. من یک چیز را از شما پرسیدنی هستم. شما که در بین مردم بسیار کار کردگی هستید، خصوصا همچون کارشناس مسائل اقتصادی، همچون روزنامه‌نگار در بین مردم بودید، در این ساحه هم با متخصصان وخورده. من از شما پرسیدنی هم که ببینید تاجیکستان 97% تاجیکستان را کوهسار تشکیل میکنند. 93% تاجیکستان را کوهسار تشکیل میکنند. همگی 7% ما زمین داریم تمام. 93% کوهسار هستند و این کوهسار در بطن این کوهسار صدها نمود ثروت‌های و بایگری‌های تاجیکستان خواب کرده است. چرا بیشتر رهبریت تاجیکستان افتخارش با کدو، تربوز، خربوز است؟
مثلا به جای که یک انگشترین یاقوت داشته باشد یا که یک لال یا اون چیز داشته باشد با اون افتخار کند یا به یک پاره یاقوت کشور می شود که تمام کدوی آسیای مرکزی رو خرید، اما همه این رو میماند رئیس جمهور با کدو سلفی میکند. فکر شما در این باره چی است؟ چرا چنین است؟ فکر نمی کنید که رئیس جمهور میخواهد دقت مردم را به دیگر چیز جلب کند؟ خیلی سوال خوب به موارد دادین. پیش از اون که به این سوال جواب بدم، البته این افتخار حکومتداران ما افتخار دروغین است و میخوام از اونی که کاری کرده نمیتونن با کدو افتخار میکنن و خود امام علی رحمان در هر پیام خود به مجلس عالی و سخنرانیاش در نزد مردم میگه گنج تاجیکستان در قعر زمین است. تاجیکستان عزیز ما بهشت واقعی روی زمین، کشور گنجای ناگشوده و طبیعت خداداد است. ما و شما به مبالغه در بالای گنج قرار داریم و جایز نیست که من بعد محتاج دستنگر دیگران باشیم. ببینید میگه که ما در بالای گنج قرار داریم و نباید که محتاج دستنگر دیگران باشیم. این حرفا را شاید اون 20 سال پیش 28 سال پیش گفته بود، اما این حرفا همش در روی کاغذ موندن. از اون که میگه که ما در بهشت واقعی روی دنیا قرار داریم و تاجیکستان گنج آن در قعر زمین است، پس چرا به این کار امروز دست نمیزند و فقط با 7% زمینی که داریم و اون زمین ها امروز اکثریتشون کارناشایان شدن با اونا افتخار میکنند؟ یعنی از اون است که امروز لایقمند نیستن که این ثروت ها را به کارکرد آماده کنند. یعنی که نمیخوان. یعنی در دوره سابق شوروی تاجیکستان همچون مکان اشیای خام بود و این رو رحمان تا امروز آمده نگاه داشت همچون مکانی اشیای خام. نمیدونم اون رو امروز برای کی نگاه میدارد، هرچند که تاجیکستان دولت مستقل است. چرا یک تکون مثلا برای کارکرد یک کون از 20 تا 25 میلیون دلار، برای یک کارکرد یک کون طلا از 20-25 میلیون دلار و 5 تا 6 سال لازم است که اون کم به کارکرد حاضر کرده شد و اینا امروز میگن که ما پول نداریم. اگر یادتون باشد چند سال پیش وقتی که جهانگیر روزیف رئیس کمیته متال های قیمتبای تاجیکستان، سنگ های قیمتبای تاجیکستان بود، اون زیاده از 16 سنگ های قیمتبای تاجیکستان را از بارای قاچاق از تاجیکستان بیرون کرد و این سنگ ها را بعدا گفتن که در آلمان با مبلغ 28 میلیون دلار به فروش گذاشتند و دیگر درباره تقدیر این سنگ‌ها اصلا مردم تاجیک چیزی هم نمیدونن و درباره اونها یعنی که اونها را به گوشه فراموشی نیاوردند. اما چندین بار سر و صدا نسبت همین سنگ‌ها بودن که چرا همون سنگ‌ها به تاجیکستان برگردانده نشدن یا مبلغ اونها به تاجیکستان برگردانده نشد و بازم حکومت تاجیکستان گفت که این سنگ‌ها در یکی از بانک‌های آلمان هستند و مبلغشون تا 60 میلیون دلار است و این مبلغ امروز فایز میخورد. پس در شرایطی که امروز وضع زندگی مردم خیلی مشکل شده است و ما از مشکلی تمام کانها رو به خطای توفه کرده استادیم، برای کارکرد به خطای داده استادیم، چرا همین مبلغ بر نمیگرداند که اقلا به یک کان طلا خودش تاجیکستان باشد، یعنی این کان طلا را خود تاجیکستان کارکرد کند و از کارکرد هم یعنی در شکل نیمخام اون به خارجه نبرارد و اقلا 1-2-3 تا کارخانه کارکرد، کارخانه زرگری رو به فعالیت اندازد. ببینید در تاجیکستان امروز یگان کارخانه زرگری فعالیت نمی کند، اینقدر که ما طلا و سنگ‌های قیمت‌بها داریم. مثلا نگاه کنید آیا همین برای مردم شده دادن یک مغازه های قبولی سنگ های قیمت‌بها در نزد وزارت مالیه بگذار باشد، آیا همین امکان وجود دارد؟ چرا اگر وجود داشته باشد حکومت این کار نمیکنه؟ چنانکه که در پیشتر اشاره کرده بودیم دارد چنین امکانیت، اما گفتیم که باز هم نمیخوان و به کدام روز اینا من توفیق میگذارن من این چیزا گفته نمیتونم. یعنی اینا بهتر شاید متخصصان بدونن و شاید خود حکومت به این سوال پاسخ دهد که چرا امروز این کار نمیکنن. آنها که میتونن که جوانان زیادی رو آموزانند. مثلا در ایران ما مشاهده کردیم که در اکثر خانه ها
دستگاه‌های کارکرد سنگ است. بگذار ما درباره سنگ‌های قیمت‌بها نمیگیم، اون سنگ‌های آرایشی که هستند، چرا اونا را امروز به مردم آموزانده نمیشه؟ دستگاهشون قدر گران نیست، بگیرن با این دستگاه مردم کار کنن. وقتی که درباره جای کار میگن و امروز که با روسیه رفتنم با مهاجرت مهنتی خیلی مشکل شده است، چرا در خود تاجیکستان کار نمیکنن؟ یعنی که این چیز همه چیز از خواستن است و اگر دل حکومت بسوزد، میگن که اگر دل سوزد از چشم کورم آب میریزد، اما حکومت امروز دلش نسوخته ایستاده است به مردم تاجیکستان و در فکر اونم نیست. و من در اینجا یک دورنمای اقتصادی حکومت تاجیکستان رو و نقشه استراتژی حکومت تاجیکستان دیدم برای سال 2030. حتی در اون اشاره کرده است که وقتی که این دورنما را به سازمان‌های بین المللی پیشنهاد میکنن، در این دورنما اشاره کرده است که تاجیکستان نه دارای 600 کن بلکه دارای امروز 800 کن، یعنی به کارکرد آماده کرده شدن و بیشتر از 70 نامگوی اشیاء مینرالی و باز هم میتید کانهای طلا و نقره و سنگای قیمت‌بها رو برای کارکرد به خارجیان و در خود تاجیکستان کارکرد میکنن، سیمنت و دیگر اشیایی که اونقدر فایده آورده نمیتونن. پای موجوده بسیار به معلومات های مهم شما اشاره کردید. چرا به فکر شما یک اینستیتوت مخصوصی آموزش و تیار کردن متخصصان و در عموم یک کورس های کوتاه مدت برای مردم پیشنهاد کرده نمی شود که مردم یک در کورس های کوتاه مدت طرز اصول کارکرد استخراج طلا، سنگ های قیمت‌بها و دیگر و هاکذا ها رو داشته باشند و وقتی که آموزش میگیرند میآموزند مردم به این چیز سر کار میگیرند، به جای مهاجرت برای اون که مهاجرت کنند از پی استخراج کندنی های فایده‌ناک، سنگ های قیمت‌بها میشوند، طلا شستشو میکنند و این رو به حکومت میدهند. اما به جای اون که همین کورس های کوتاه مدت و دیگه با هاکذا ها کرده شود، حکومت یگان چاره بجز صادرات مهاجر ندارد، یعنی مهاجر را همچون مال به کشورهای کارفرما صادرات میکند. برای چی در نتیجه کورس های کوتاه مدت آیا نمی شود که مردم را آگاهی مردم را برای استخراج سنگ های قیمت‌بها، شناسایی با سنگ های نمودهای سنگ های قیمت‌بها، فهمش مردم را بالا برد و این در این حالت مردم می توانند کمک کننده حکومت باشند برای استخراج متال و سنگ های قیمت‌بها و هم سطح زندگی مردم بالا رود. برای چی حکومت به این اهمیت نمی‌دهد؟ زیر این کوسه چنین کوسه وجود دارد به فکر شما؟ چنونی که در بالا اشاره کردیم، یعنی که پیشتر گفتیم، هستن اویله‌های در تاجیکستان که وقتی که به زرشویی دستی مشغول میشن، اصلا این کاری موسمی است، این در موسمی تابستان و اولای تیرمو صورت میگیرد. هستن اویله‌هایی که تو 2-3 هزار دلار هم کار کرده میتونن، یعنی که این خیلی خیلی برای یک اویله در دهات زندگی میکرده که خیلی مبلغ خوب است. یعنی که اگر این روز اون هوسمند کنن، اونها را بیشتر به این کار جلب کنن، میتونن که مهاجرت پیشگیری کرد و مردم رو به کار موسمی اقلا فرا گرفت. مثلا حتی ما میبینیم که یک زن تاجیک در طرفای زرافشان به انگشکنی مشغول است. انگشکنی خیلی کاری مشکل است، اما کار تلاشویی دستی مشکلی ندارد. اونقدر آموزاندن هم لازم نیست، برای اون کورس مخصوص هم لازم نیست. فقط 1-2 روز با مردم طرز شستن اون رو نشوند، یعنی خود اونایی که در همون دیوها کار میکنن و با این کار مشغول هستن، اونا میتونن که دیگران را مشغول بدارن. یعنی در این کار در موسم مردم سفربر کردن لازم. یک برنامه مخصوص قطعی اگر اونا را سفربر کنن،
اونا میتونن که فایده زیاد بیارن. یعنی فقط باید به این کار بازم که گفتم باید هوسمندی باشه، یعنی نشان دهن بیشتر برنامه در تلویزیون کنن، بگن که این یک عائله که از این کار مثال میتوند که شرایط زندگی خود رو بهتر کند، ما میتونیم که دیگر عائله ها رو هم دعوت کنیم که بیاین به این کار مشغول باشن و شرایط اقتصادی خودشون بهتر سازن. این کار هست، اما متاسفانه بازم چنانه که گفتیم هوسمندی نیست. و در مورد اون که شما درباره تیار کردن متخصص گفتین، ما زیاد در تاجیکستان متخصصان سوای گیالوگ خیلی زیاد هستند. نیمی مردم بدخشان، نیمی بچهای بدخشان در همین ساحه تحصیل کردن، یعنی دیپلم این ساحه رو دارن و بازم که به کار جلب کردن نمیشن، مجبور هستن که مهاجرت مهنتی رو اختیار کنن. یعنی که امروز کار نیست برای اونو. اگر با کارکرد آموده کنن کارها رو و مردم به کار جلب کنن در مسئله متخصصان، ما امروز تنقیصی نداریم. شما ببینید که بعداً جابجاگذاری نادرستی کادرها در اینجا است. مثلا عظیم ابراهیم که سرمتخصص سوای گیالوگ است و سالو در سوای گیالوگ کار کرده است، امروز وزیر نقلیات تاجیکستان است. چرا باید اون رئیس گیالوگ نباشد، رئیس کمیته گیالوگ نباشد؟ ما متخصص داریم، اما امروز چنانه که گفتم کانهای تاجیکستان همچون مکانی اشیای خام نگاه داشته می شوند. دیگر همین است. نمیدانم چرا منتظر هستند. منتظر سرمایه گذارانی با قوت‌تر هستند، منتظر اشاره کسی هستند، منتظر اشاره چیزی هستند که اصلا به این ساعت توجه کرده نمی شود. و غیر از اون حرفای خشک و خالی که ما گنجای طبیعی زیاد داریم و ما در بیش زندگی میکنیم. همین قدر. آقای ماجده تشکر زیاد به شما. حالا باز من یک سوال دیگر به شما دارم، بدتر به سوال دیگر هم برمیگردیم. من اینجا از اکای عبدالمنان پرسیدنی هم که میگفتید که چنانه که در معلومات پیشتر در سرشوی برنامه گفتم، زیاده از 50% صادرات تاجیکستان را طلا و سنگ‌های قیمت‌بها در سال 2020 تشکیل داد. آیا همین حالت از روی نظر اقتصادی بیانگری چی است؟ مثلا گریم اکثریتی صادرات یک کشور اگر از ذخیره های مادی باشد، این چی را بیانگری چی است این؟ چی میتال و سنگ‌های قیمت‌بها به خارج صادرات گفتن چندان درست نیست. این باید دیگر خیلی گفته شد. این نام دارد فروشی ذخایر کشور. یعنی وقتی شما طلا سنگ‌های قیمت‌بها به خارج میفرارید، این نمیتواند به بالانس تجارت خارجی وارد شود، هرچند اینا وارد کردن و با تجارت خارجی 4 میلیارد نشون دادن، ولی متاسفانه این تنها فروش ذخایر است و گواه و اینقدر به این حد زیاد شدن فروش طلا سنگ متال‌های قیمت‌بها گواه این است که اقتصاد تاجیکستان وارد یک بحران بسیار شدید شده است و کشور احتیاج برای فروش ذخایرش پیدا کرده است. و در این شرایط اصلا اگر مثلا زیاد باشد، واقعا صادرات کارکرد طلا و کارکرد سنگ‌های قیمت‌بها در کشور زیاد باشد، اون اگر کارکرد شود بعد فروخته شود، اینجا مشکلی نیست. ولی در شرایطی که تاجیکستان دارد، اون سنگ‌های قیمت‌بها اصلا کارکرد نمی‌شود. طلا اگر کارکرد شد، اون حد نیست که مثلا تاجیکستان در یک سال این امکان داشته باشد این شرایط، این موقعیتی که با 800 میلیون دلار طلا فروشد. بنابراین این تنها فروش ذخایر است. همچنان خیلی که از شما گفته در این باره که صادرات قوه کاری با روی خط صادرات وارد نمیکنند، طلا و سنگ‌های قیمت‌بها نمیشود با صادرات وارد کرد، هرچند میکنند وارد، لیکن این درست نیست. مثلا قوه کاری هم که تاجیکستان صادر میکند، بیشترین صادرات تاجیکستان که 6-7 برابر 5-6 برابر بیشتر از صادرات مالها
به تاجیکستان مبلغ وارد میکنند، سرمایه وارد میکنند، لیکن نه به اون کس به صادرات وارد نمیکنند. همچنین طلا هم نمیشه طلا و سنگ‌های قیمت‌بها به صادرات وارد کرد و روی خط صادرات. و چنانچه که گفتیم این با این که مثلا تاجیکستان اینقدر زیاد فروخته است، به این معنی است که کشور در حال اقتصاد کشور در حال بسیار رکود سخت است و اموال صادراتی که قبلا صادر میکرد تا این زمان دیگر دچار مشکل شدند و صادرات اموالهای دیگر حداقل 50% کم شدند. وقتی که صادرات طلا و اصلا اموال سنگ‌های قیمت‌بها به این درجه میرسد، این گواهی با یک مشکل دیگر است که صادرات مال‌های که قبلا صادر میشدند، هرچند تاجیکستان مال‌های زیادی صادراتی هم نداره، اصلا اشیاء خام صادر میکند مثل آلومینی اولیه و دیگر خیر سیمنت، اینو چیزایی که نیم کارکرد، سیمنت و آلومینی اولیه نیم کارکرد و دیگر تنها ذخایر صادر میکند. بیشتری کشورهایی که رشد اقتصادی دارند در همین مسئله دقت میدهند، نو بیشتر کوشش میکنند که همین چیزها، یعنی صادرات اشیاء خام به سطح مینیمالی رسانده شود و تنها اون اشیاء صادرات شود که کارکرد اون در کشور ضررش از خودش بیشتر است یا حداقل ضرر زیاد دارد. مثلا کارکرد بعضی اشیاء خام هست که وقتی در کار کشور شد طبیعت خراب میکند و با مردم زیان میکند. این گونه چیزها میشود همچون اشیاء خام صادر شود، لیکن اون چیزی که در کشور صادر میشود اون که کارکرد کردن امکان دارد، اون کوشش میکنند که در کشور کارکرد و حداقل محصولات نیم تیار آماده کنند. ولی متاسفانه در تاجیکستان این چیزی تیاری صادر شونده بسیار کم است و اگر ذخایر یعنی طبیعی را به حساب نگیریم در صادرات، غیر طلا و نقره با دیگر ذخایر تقریبا که صادرات ندارد تاجیکستان. ببینید ما در برنامه گذشته در برنامه گذشته ما درباره پخته گپ زده بودیم و دانسته شد که 90% پخته تاجیکستان نیست، همچون اشیاء خام صادرات می شود. و امروز دانستیم که این طلا و متال های قیمت بها نیست، همچون اشیاء خام صادرات می شوند به خارج کشور. و ما کارکرد طلا و سنگ‌های قیمت‌بها و متال‌های قیمت‌بهای کشور در خارج کارکرد می‌شوند، در داخل خیلی کم کارکرد می‌شوند. برای چی تمام بایگریش را تاجیکستان نمی‌خواهد و کوشش نمی‌کند که در داخل کارکرد کند؟ برای من با کارشناسان دیگر هم همین سوال را دادم. بیشتر مسائل اقتصادی رو پیگیری میکنید، بپرسم که نظر شما در این باره چی است؟ برای چی تاجیکستان به این اهمیت کم میدهد یا اینکه تماما اهمیت نمیدهد؟ خب برای این که محصولات در کشور کارکرد شود و اون همچون اشیاء تیار و خارج صادر شود، برای این یک برنامه خوب دولتی و دستگیری دولت لازم است و متخصصان بسیار خوب در این ساحه. اما وقتی در تاجیکستان وظیفه یعنی منصب در تاجیکستان، وظیفه کلیدی در تاجیکستان، من هر منصبی با مهرهای با این آدم انسان داده می شود که اونجا دانش و ملکه و استعداد در جای چندم می ایستد، یعنی در جای یکم دوم سوم نیست، بعد چهارم سر می شود. در این صورت امکان این که در همون در کشور محصولات خام کارکرد شود و بعد صادر شود و همین برنامه عملی کردن این برنامه اقتصادی بسیار پایین می رود و وقتی منصبدار اول پیش از اون که درباره کشور فکر کنه، درباره رشد کشور فکر کنه، درباره کیسه خودش فکر میکنه، اون منصبدار هیچگاه هوسمند نیست که همین چیزها یعنی همین کارکرد در داخل صورت گیرد، چون که وقتی این یک نفر میخواد در کشور کارکرد کند، اون وقتی کار هنوز سر نکرده است و درآمد ندارد و نمیتواند به منصبدار یک مبلغ بزرگ پیشنهاد کرد همچون رشوه. همین خاطر منصبدارا
منصبدارایی که میخواهند از منصب درآمد گیرند و بیشتری منصب‌ها متاسفانه در تاجیکستان در همین اون است. منصبداری که میخواد از منصب درآمد گیرد اون هیچگاه اونی که مثلا یک نفر اومده برای صادرات فرض کردیم پخته 100 تن پخته یک مبلغ معین پیشنهاد کرد و یک نفر اومد برای افتتاح یک کارخانه خردی استحصالی اون که خودش به مشکل است باید دولت پیش دستگیری کند و دولت اون امتیازات دهد. لیکن اینجا فرق چند کرده میشد و منصبدار هم چی است منفعت دار است که اشیاء خام صادرات اشیاء خام اجازه دهد. خلاص که اینجا مشکلات زیاده هستند که در یک مثلا چند دقیقه یک برنامه نمیشه گفت و چی اساسی سبب اساسی هم این است که تیمی که در هم تواند این برنامه اقتصادی جاری کند و هم منفعت دار باشد در استحصال وطنی در منصب هایی که باید در منصب کلیدی که باید مثلا حل کنند تقریبا وجود ندارد و همین سبب شده است که این مسئله هرچند با وجود قبول کردن برنامه‌های زیاد و با وجود تاکیدهای زیادی حکومت با کارکرد داخلی استحصال داخلی و چند 10 ساله 15 ساله برنامه وارد شدن تبدیل شدن به یک کشور صنعتی اینو عملی نمی‌شود چون که در اصل همین اصلی مسئله چیزی که اساساً باید اجرا شود یعنی تیمی متخصص وجود ندارد. تیم متخصصی منفعت دار به رشد استحصالات در داخل وجود ندارد. فکر می‌کنم سبب اساسیش همین باشد. تصور جدام لیکن یک از سبب اساسیش همین است. تشکر به شما تماشاگران گرامی. از یکایی که شما خواهش میکنم که دوستان خود را به این برنامه ما دعوت کنید. ما درباره کیسه شما گپ زده ایستادیم. تماشاگران گرامی درباره ثروت یکایی که شما گپ زده ایستادیم. برابری تولد شده شما در تاجیکستان هر یکی شما به ثروت‌های تاجیکستان حقدار هستید و این حق شما را چند دوست چند قلاب گرفته ایستاده است و شما آواره و سرسان هرچند معلومات عالی دارید چند یک چیز رو میفهمید در کسبیت دارید متخصص هستید در کوچه های غریبی کوچروب شده اید اما کسانی که شما را به این حال گرفتار کرده اند کیسه شما را میربایند ثروت های کشور را که برابری تولد شده نتون شما به این ثروت ها حقدار هستید و کیسه خود می اندازند و خارجیان می فروشند و شما بیخبر هستید. شما به این اهمیت نمیتید. وقتی که گپ درباره کیسه شما رفته شده است شما حتی گوش کرده نمیتونید. من میبینم در یک مدت کوتاه چند نفر خارج شدن در حالتی که درباره کیسه شما گپ زده رفته شده است. در موضوع درباره ثروت شما است. این طلا، نقره، سیما همه این چیزهایی که درباره‌اش ما گپ بزنیم همه این مالک شما هستید. مالک این همه تنها شما هستید. ای مردم برای چی به این بی‌پروا هستید؟ ما کوشش میکنیم از این حقوق خود از این حق خود از این بایگری خود باخبر باشید که بایگری خود را صاحبی کنید. وقتی که بایگری خود را صاحبی نمیکنید اجنبی ها میگیرند میروند و شما مهاجرت کوچه مردم را میروبید. برای آن که کوچه مردم را نروبید، برای آن که شما به کارهای پست دست نزنید بیایید به تاجیکستان به بایگری خود به ثروت‌های خود صاحبی کنید و برای این ثروت‌های خود را صاحبی کردن حق و حقوق خود را دانستن در کار است و دانستن در کار است که در تاجیکستان چی داریم. ما اینجا ما عالمان را دعوت کردیم تا بدانیم که در تاجیکستان چی هست. ما اینجا کارشناسان را دعوت کردیم تا بگویند که ما در چه حالت هستیم و وضعیت اقتصادی تاجیکستان در چه حالت است. تاجیکستان تا به این حالت رفته رسیده که 55% صادراتش را در سال 2020 ذخیره های مالی کشور تشکیل دادند. یعنی حکومت تاجیکستان چنان کارناشایم شد که ذخیره های کشور را برد به خارج بفروشد تا اینکه کرسیش را حفظ کند.
منصبداران، رهبریت کشور به خاطر در منصب ماندن 55% صادرات تاجیکستان را ذخیره های مادی این صادرات نیست، چنانه که کارشناسان گفتند این صادرات نیست، این دادن ذخیره ها از بین بردن یه خالی کردن انبار است. انبار که خالی شد چیه؟ نشانش چی است؟ بانکروت سیستمی. برای همین تماشابینان گرامی خواهش میکنم یک شما به این چیز اهمیت دهید. ما درباره کیسه شما، ما درباره بایگری شما گپ زده استادیم. شما خود را کم نگیرید. اگر شما این مال و ثروت کشور را صاحب کنید هرگز مهاجر نخواهید بود، هرگز کوچه خروبی، هرگز ساختمان کشورهای به ساختمان کشورهای غیر نمی روید. تنها همین بس است که ثروت خود را صاحبی کنید. حالا با همین مسئله من از که علیم خواهش میکنم که نظر خود را در همین باره در همین حالت امروزه که هم هر یکی ما واقف هستیم نظر خود را بیان کنند تا اینکه بدانیم که یک سیاستمدار در این باره چی نظر دارد. بفرمایید. اکایلیم صداتون نمیبیاد. خب سلام و درود به تمام و به همه میمونای در اینجا شرکت داشته. بنده میخواستم دقت همه شما را به اصل سوال برگردانم. سوال یعنی اون سنگ‌های قیمت بها و متال‌های قیمت بها که صادرات شده‌اند در این سال به 55% صادرات خیلی که اینجا عبدالمنان گفتن 80 میلیون. خب 80 میلیون رو اگر از طبق نرخ و نوای امروزه که تابستان سال 2020 در اینترنت دیدم 33 میلیون و 731,636 دلار بوده است یک تن طلا و طبق همین حدود 24 تن طلا اگر فقط طلا صادر شده باشد حدود 24 تن طلا صادر شده است و همه مسئله برمیگردد باز به سیاست. حاضر اینجا شما گفتید که خب اجازتی هم به مردم که طلا شویند سنگ ها رو یعنی استخراج و کارکرد کنند و بعد سودا برارند. لیکن اگر ما نظام سالم سیاسی و اقتصادی رو نداشته باشیم بگذار همه شهروندا طلا یافتند، سنگ یافتند، سودا کردند و اون باز می رود برای همون محصولاتی خیلی که مردم ما میگویند در نرازوی خطایی همه باز همون مبلغ باز میخیزد میرود به خطای، چون که ما نظام سالم سیاسی نداریم و بر حسب اون نظام سالم اقتصادی نداریم. از کدام خاطر بینید به هیچ کسی پوشیده نیست که ما در نظام افتکراتی زندگی داریم و نظام های افتکراتی در تاریخ معاصر ما دو نظام افتکراتی رو در خاطر داریم. یکیش نظام افتکراتی ایدئولوژی که سابق شوروی فرض کردیم ستالین بود که می گفتن که کی وقتی که مرد یک شیم داشت و یک پالتو داشت و نمیدونم یک موزه داشت، یعنی نظامی که نظام افتکراتی ایدئولوژی است و این نظام تا حد آینده نگری دارد، به خاطر آینده هم یک کمی اندیشه دارد. لیکن نظام افتکراتی که امروز ما در تاجیکستان داریم و در سایر کشورهای مشترک المنافع، این نظام افتکراتی اولیگارخی، یعنی اولیگارخی چیز که افتکراتی بروسی میگن، اینا یگان فکری آینده نگری ندارند. یعنی اونه که سر قدرت است
من امروز و این ساعت باید چقدر توانم فایده گیرم، فایده شخصی در حسابهای بانکی خود باید امان را گذارم. و از این خاطر ما نظام سالمی سیاسی و اقتصادی نداره. برای همین اگر ما امروز حتی به مردم اجازه تلاشویی و سنگ کارکنی که این مردم اگر اون را به سودا هم زند، باز رنگ همین ذخیره هایی که 24 تن طلا صادر شده است باز همون هم یعنی صادر می شود. برای بینید این طلا را به کی فروختن؟ این به شویتزاریا که سنگای قیمت بها ندارد، شویتزاریا که شاید کانهای طلا هم ندارد، لیکن شویتزاریا این طلای سنگای قیمت بهای ما را صاحب شد. یعنی نظام اون چیزی که ما اینجا میگیم که خارجیان کار میکنن، خب در دبی، در عربستان سعودی، خب در صنعت نفت تقریبا عربا کار نمیکنن، چی از رهبریت تا کارگر قطاری همه به گفت ما میگرانت ها هستند. لیکن نظام اقتصادی، نظام سیاسی چنین است که همه این به فایده همون ملت کار میکنند. یعنی بگذار او خطایی بیاید در وطن ما کار کند اگر متخصص باشد، لیکن نظامی که ما ساخته ایم او حتی سال 2013 2 ماه یک начальник застава 2 ماه رنگکولکان طلای رنگکول را در اختیار خطایی ها گذاشت و زیاده از 300 ماشین کلان حجم همین خاک طلادار را میکشاندن به خطای. یعنی همین قدر فایده داشته است که همین قدر کیلومترها همون خاک رو میکشونن و از اون طلا رو جدا کرده میبرن. از همین خاطر ما برمیگردیم باز به همون سیاست. تا آن دمی که ما صاحب واقعی دولت خود نشده ایم، یگان از همین اقدام هایی که بگذار حضرت شوکت شود میلیاردر رو بگوید که من برای وطن خود خدمت میکنم و امین را در کانها چی میکنم، یعنی سرمایه گذاری میکنم. لیکن اون سیستمی که حاضر گفتن موجوده گفتن، همون نفری که نامش را در خاطر ندارم، یک وترنار آوردن ماندن نظامی سیاسی و نظام اقتصادی تاجیکستان وترنار آوردن ماندن در سنگای قیمت بها و این سنگای قیمت بها را گرفت رفت رحمانوف در یک برآمدش خودش درباره همون مرد گپ زد که همین قدر سنگ 20 چند تن کیلو سنگ گرفت است و گریخت است. از وظیفه هنوز در وظیفه بوده گریخت است. و اگر در خاطر داشته باشد، شاید بعضی ها در خاطر داشته باشند، در سالهای 80 و چندم هنوز شوروی بود، در بدخشان یک لعل 5 کیلویه رو یافتن که این نادرترین بازیافت در تاریخ بشر بود، در تاریخ بشر. و اون در آثارخانه لنینگراد که امروز پتربورگ است، در همین آثارخانه محفوظ بود و رژیم رحمانوف اون را از آثارخانه پتربورگ بازپس گرفت و با شمول دیگر سنگ هایی که همین وترنار دزدید، همون سنگ هم گم شد. این سنگ باید ما گشنه میماندیم و این باید در آثارخانه تاجیکستان تحت مراقبت شدید نظامی باقی میمون و این باعث خود همین فایده همین سنگ از گردشگری، یعنی سیاحان برای تماشای
اما یک سنگ می اومده این زیاده از همین طلایی که امروز صادر کردن از این زیادتر فایده می اومد. و باز اینجا درباره خریطه گپ زده. خب ببینید در تاجیکستان امروز با تجربه سابق شوروی ما اعتراف نداریم که تاجیکستان یاقوت دارد، تاجیکستان سنگای لاجور و دیگر سنگای قیمتبار لاجور قیمتبار، سنگای زمرد و مثال سفیر و دیگر سنگ ها دارد. ما در خریطه معلم شاید اشاره آن را نداریم که در تاجیکستان چنین سنگ ها وجود دارد. یعنی ما از این سر دولتی ساخته ایم که ما در تاجیکستان و آن زمین هایی که به خطای تسلیم شدن در آنجا کان سفیر بود، کان یاقوت بود، کان طلا بود و کان سرمه بود که شاید در همان کان شاید چی هم پیدا میشد، الماس هم پیدا میشد. ببینید ما میگوییم که همین دارایی‌هایی که داریم ما اون رو اگر استخراج و کارکرد کردیم ما بای میشاییم. نه بینید خب ونزوئلا را بینید با اون نفتی که دارد قشاق‌ترین دولت است چون نظام اقتصادی و سیاسیش بد است و بسیار دولت هایی هستند در افریقای جنوبی و مرکزی که در الماس دارند، الماس بهترین دارند و مردم قشاق‌ترین دارند چون اون الماس کارکرد می شود و مردم از اون چون همه فساد زده است و اون آزر که گفتم افتکرات یا الیگارخی که امروز برای امروز و این ساعت کار میکنند او با کیسه خود او میبیند که با کیسه او چقدر میدراید و به دولت چقدر میوید. اگر او آینده نگری کرده کارخانه سازد این با کیسه امروزه او نمیدراید. خیلی که اینجا گفته او که این کان رو فروخت به چین او در یک روز میلیاردر میشد. برای او همینش خوبتر است. یعنی ما باز برمیگردیم به سیاست در این و اگر ما ببینید ذخیره های هر یک بانک ذخیره والوتا و طلا رو باید داشته باشد برای اون که همان مبلغهاش بانک ملی فرض کرد و اگر امروز تاجیکستان هم این ذخیره ملی خود رو فروخته باشد از نایلوجی این باز بر اثر همون نظام سیاسی می آید که ما نمیتوانیم اگر ما تمام از این زیادتر کانهای طلا رو هم می داشتیم و طلا رو استخراج می کردیم و در بانک خود آن رو جابجا می کردیم باز هم مجبور می شدیم که به خاطر آرد و به خاطر گندم و به خاطر نفت آن را باز بفروشیم تا آن دمی که نظام سیاسی آباد نشده است، نظام اقتصادی آباد نشده است. دولت های هستند در دنیا به مانند مثال لوکسمبورگ، مثال دیگر دولت هایی که چون یک شهر دوشنبه هستند یعنی اون دولت ها نه یکم کندنی های فایدناک دارن. لوکسمبورگ امروز معاش بلندترین در دنیا دارد. در لوکسمبورگ نه طلا دارد، نه نقره دارد، نه نفت دارد ولی اون میتواند تمام طلای تاجیکستان را خریداری کند. یعنی این نظام سیاسی و اقتصادی مهم است. ببینید اکی علی من اینجا با شما یک سوال دارم نگاه کنید. ما میگوییم که اینجا با جو شما دیگه دوستان هم اشاره کردن که برای استخراج ثروت‌های زیرزمینی مبلغ لازم است. لیکن ما هر سال
با مصرف فلان میلیون دلار پرچم میسازیم، درآمدگاه شهر میسازیم و چقدر مثلا موزه پیشوا میسازیم، چقدر برای کارهای که در حالت مردم پولدار بودن، مردم ثروتمند بودنش میشود آنها را ساخت. لیکن ما از اکثریت مصرف‌های خود را به عیدهای، به جشن عیدها صرف میکنیم، میلیون ها دلار. چرا نمی شود که با این مبلغ سراول با ثروت‌های خود سر کار گرفت، ثروت‌های خود را به بازار برآورد، به بازار جهانی برآورد و وقتی که ثروت‌ها به فروش رفتند، مال کشور یعنی یک بویگری کشور به فروش رفت، چرا از حساب همین بیرق پرچم نمی‌سازند، عید نمی‌کنند از حساب بویگری، لیکن از حساب ثروت‌ها در زیر زمین می‌ایستند، آن را خارجیان، اجنبیان استخراج می‌کنند، به دست آنها بی‌برکش داده می‌شود. اما ما آواره چی هستیم؟ آواره جشن‌های بی‌معنی، کدو سلفی، تربوز سلفی، خربوز سلفی هستیم. چرا چنین است؟ این باز برمیگردد به انحصار بازار، به انحصار بازار برمیگردیم. ببینید یک کان ولفرام در ناحیه روشان، یک شرکت کانادایی خواست کارکرد کند، حتی شروع کار هم کرد و از اونا طلب کردن که به ما همین قدر تعداد دیگر اختیار، یعنی او معلوم نیست او فایده می‌آورد نمی‌آورد. مردکا آمدن برای ملت تاجیک ریسک کردن، یعنی ریسک کردن که شاید فایده نگیرند، شاید همون چیز فایده نآورد، لیکن اونا آماده ریسک بودن. لیکن مقامداران ما گفتن که همین قدر میلیون اول همچون دولتی دو بعد کردن سر کنید. یک بیچاره از شویتزار آمد در ناحیه مرغاب شرایط مردم بیچاره را اونجا دید و بعد خواست که در اونجا شمال زیاد است، خواست که همین یک زمین نمیدونم چند هکتار بگیرد. اون زمین هم دید و آن را باید بگیرد و در آنجا وای بادبان ها ماند و قوه خب این چیز استحصال کند، برق رو استحصال. اینا آمدن گفتن که همین قدر به ما ته پول ته بعد شروع کنند. یعنی اون چیزی که شما گفته استودید که همین برای پرچم و برای چایخانه و ملی و نمیدونم کتابخانه ملی به کتابخانه برای خب یک گله کارهای دیگر که مبلغ صرف میکنن، شما میگید که اون مبلغ رو به اینجا روانه سازن که این البته که خیلی خوشبینی نسبت همین حکومت است که گویا حکومت میخواسته است یک کار پیش رود. آخر این حکومتی است که هر یک وظیفه سودا می شود، هر یک وظیفه سودا می شود و در این سودا پرزیدنت خودش شرکت می کند. به واسطه پرزیدنت دوله میگه. آخر شما از چه توقعی دارید از این سیستم که این بیاید و در فکر پیشرفت این ملت باشد؟ اون چیزی که شما گفتید مگزین های برای خریداری سنگای قیمت بها کردن در سالهای 90 و چندم در بدخشان می خریدن. یک مردک قادر نام داشت از وزارت مالیه می اومد اونجا می خرید و بعد همین روی خطی مردم کردن که اونها یک تنیم تا سنگ میافتن. بعد بسیار با مشکل دچار شدم. میدونید حداقل 15 نفر من میشناسم از مرغاب تا روشان که به خاطر یک سنگ ناچیزه که خیلی که موجوده گفت وای
ارزش هم ندارد. او بیچاره فکر کرده است که از همین یک چی می شود و هیچ چی نیست. از 10 سال بالا زندان شده. به خاطر چی؟ به خاطر اون که این گویا یک به خاطر اون که همون مقامات هم برای خود نتیجه می کند و هم برای خود از بعضی مبلغ می ستاند، برای همون یک سنگ نمی شدگی که و به 2 سوم هم نمی خرند و بیچاره نمی داند که این ارزش ندارد، لیکن نامش که یاقوت است یا نامش که لعل است، این کارمند امنیت او را بازداشت می کند و یا از او مبلغ می ستانند و یا او را حتی مبلغ ستانده زندان می کنند. بسیار حالت ها می گویم که حداقل 15 نفر من می شناسم که بر اثر چنین پرونده ها زندان رفت. تشکر به شما اکای علی، بسیار معلومات های خوب را ذکر کردید. امیدوارم تماشاگران ما از این معلومات های شما خیلی بهره مند شدند. حالا با تماشاگران مراجعت من این است که دوستان خیلی باعث خرسندی است که 1000 نفر ما را تماشا میکنند و 1000 نفر تگمه لایک را پخش کردند. اما تماشاگران گرامی، اینجا من میخواهم اکنون نوبت را به شما بدهم. هر نفری که میخواهد تماس داشته باشد مرحمت بفرمایید، زنگ بزنید. زنگ هست؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما در برنامه فردای تاجیکستان هستید، در پخش مستقیم. ما صدای شما را میشنویم. بفرمایید. بله، ما برنامه شما را همه روزه تماشا میکنیم. من یک شهروند از جمهوری تاجیکستان هستم. میخواستم یک چند پرابلم هایی که حکومت در همین ساحه دارد همینها را نامبر کنم. یکم پرابلم همین است که تمام همون کانهای استخراج معدنی که در جمهوری موجود است در زیر نظارت یک عائله می باشد. تمام کانها را یک عائله نظارت میکند. دوم، تکنولوژی، سبب نبودن تکنولوژی این است که این هم تمام همین عائله میخواهد که مردم نتواند تکنولوژی را از خارج به وطن داخل نماید و سطح زندگیش را چکار کند، بهبودی بخشد. سوم این است که سوم پرابلم این است که صرف بیهوده مبلغ ها از جانب دولت، یعنی صرف بیهوده بودجه دولت. امروز حکومت جمهوری تاجیکستان یک چند پرابلم دارد در ساحه تقسیم بندی بودجه دولت. یکم این که برای ما چگونه که شما گفتید بیرق های 165 متره، ایدی کدو، ایدی دیگر در این حالت ها 7-8 میلیون سومونی یا اینکه 7-8 میلیون دلار برای بودجه دولت ضرر می‌آورد. چهارم پرابلم این است که نبودن آزادی به تمام شهروندانی که چیکار کنن انا همین استخراج چیز، یعنی گویم استخراج معدن ها رو براه مانند. و باز یک چند پیشنهاد دارم. انا از حکومت جمهوری تاجیکستان میخوام که باید تمام بازارهایی که در جمهوری تاجیکستان برای خریداری معدن مشغول هستند آزاد مانند، نه اینکه در زیر نظارت یک عائله باید مردم چیکار کنند تمام انا همون معدن هایی را که به دست خود میگیرد به یک عائله به نرخ ناچیز فروشد. بازار همین ها را
انا آزاد ماند. بعد دیگه از حکومت خواهش میکنیم که تاثیررسانی رو از جانب دولت تاثیررسانی به شهروندان کم کرده شود. شهروندان توانند که آزاد انا همون استخراج معدن رو براه مونند و سطح زندگی خود رو چیکار کنند یک کمی باشد بالا برند. بعد سوم پیشنهاد این است که دولت باید از نظارت جدی برد از بالای داده هایی که وزارت آمار یا اینکه دیگر مقامات هایی که برای شهروندان چیکار میکنن آمار پیشنهاد میکنن نظارت جدی برد که اون داده ها آیا درست هستن یا اینکه نه. مردم در همه گونه حالتی که امروز چگونه که در پیام پرزیدنت بیان کرد یک چند دروغ بود که آنها فاش شدن. مردم میتوانند چیکار کنند سری تمام آن پنهانکاری‌هایی که مقامات دولتی میکنه در آخر بفهمند و از همین خواهش میکنه که نظارت از بالای داده ها زیاد کرده شود. تشکر به شما. با کارشناسان ما یکم سوال دارید شما؟ با کارشناسای شما یک سوال دارم که آینده همین پرابلم رو در چی میبینند؟ آیا این پرابلم ما رو به کجا برده میرسوند؟ بله کی محترم کارشناسان عزیز کدام از شما میخواهید به این سوال جواب بدهید؟ ما نشنیدیم سوال. سوال رو شنیدید؟ نه در طرف ما شنیده نه. سوال این است که آینده این پرابلم ها تمام شهروندان یا اینکه جمهوری به کجا میبرد؟ آیندهش آیا کاری دارد یا اینکه یگان منفعتی منفی دارد چی دارد؟ همین میگوید که همین پرابلمی که امروزه ما رو به کجا برده میرساند؟ به نو کجا؟ بفرمایید. آقای موجود بفرمایید. این اگر این پرابلم چنانی که گفتیم اگر روی حل خود رو نیابد و امروز به این مسئله توجه نکنند و روی حل این مسئله را اگر امروز حکومت پیدا نکند فکر میکنم که ما به نو کجا رفته استادیم. همین طوری که زمین به خطای فروختیم باز اونا بیشتر طلب کردن میگیرن و ما باز بیشتر به اونا دادن میگیریم. همین است. بسیار آقای موجوده من اینجا یک معلومات دارم. معلومات همین است که پیشتر در تاجیکستان خیلی که در ما کمیته خواه هستند کمیته مخصوص بود کمیته سنگ‌های قیمت‌بهای تاجیکستان. همین کمیته یک چند مسئول ها داشتند و همین کمیته رو از بین بردند. به خاطر چی از بین بردند به ما نامعلوم است، لیکن رئیس همین کمیته سابق رزمنده کماندانی فرانت خلقی تاجیکستان جهانگیر روزیف رئیس همین کمیته بود. سابق کماندانی فرانت خلقی تاجیکستان چیکار میکند؟ تقریبا 16 زمرد گرانبها را با ارزش 28 میلیون دلار از کشور بیرون میبرد به آلمان. این رو دستگیر میکنن، این آشکار میشود و حالا همین 28 میلیون دلار در یکی از بانک های آلمان هست. همین 28 میلیون دلار و تا 60 میلیون دلار رسیده است و حکومت جمهوری تاجیکستان از این فایده میگیرد. شاید به نام کسی باشد. و همین جهانگیر روزیف اگر یادتان باشد در رسانه ها خبر شده بود که سال 2001 به او حکم قتل داده بودند. نفری که بازداشت شده بود به او حکم قتل داده شده بود. او چگونه او را نمیکشند، قتل نمیکنند، لیکن از تاجیکستان خارج می شود. چگونه از تاجیکستان خارج می شود؟ با بایگری های تاجیکستان، با یعنی ثروت تاجیکستان، با زمرد های قیمتبها خارج می شود. به این اگر رهبریت کشور شریک نباشد، به این اگر حکومت تاجیکستان شریک نباشد، به این اگر خودی
عموما همین گروهی حکمران شریک نباشند، چگونه یک نفری که بازداشت شده است و حکم قتل گرفته است از تاجیکستان نه فقط خودش تنها بلکه با زمرت‌های قیمت بهایی که ارزششان 28 میلیون دلار بود بیرون میشوند. در همین باره کارشناسان ما چی میگفته باشند؟ فکرتون چی است؟ این نشانگری چی است؟ آیا یک حکومت تا این درجه کارناشایم است که یک کارمندش میگیره ثروت تاجیکستان را گرفته میرود، بعد از برآمدنش او را بازداشت میکنند و ثروتش را از خود میکنند و در این باره نیست؟ چرا چنین؟ اینجا فقط یک پاسخ است. بفرمایید. همین مقدار سنگ‌های قیمت بها را فقط میشد از طریق پوچته دیپلماتی روان کرد. خیلی می شود که یک فرض مثال اگر او را به حکم قتل محکوم نکرده باشند، یک منصبداری که گریخت، فرض مثال به یگان مجوز حکومت، یگان مجوز در دست نداشته باشد برای همون سنگ ها، هر یک سنگ به علاوه‌دگی صاحب شناسنامه باید باشد. اگر نه در جهان غرب این سنگ را یگان نفر از شما نمیخرد. شاید یگان چیز کریمینال باشد، پیدا کنی کریمینال در کدام چیز غرب، دولت غرب که امین یک سنگ دو سنگ به طور قاچاق خریده باشد که اصلا غیر امکان است یافتن چنین یوویلیر رو یافتن در اینجا مشکل است که او بیاید و یک سنگ به شناسنامه رو بخرد. هر یک سنگ در اونجا شناسنامه داشت و حتی اگر شناسنامه تاجیکی می داشت و توسط روسیه رفتنی می شد، روسا بازداشت میکردن همین مقدار سنگ. بله. ترکا بازداشت میکرد همین مقدار سنگ. بازداشت نمی شد فقط توسط پوچته دیپلماتی که این با امضای شخص یکم کشور فقط امکان پذیر است. یعنی تو شخص یکم کشور در همون جا امضا نمانده باشد، او را در همه فرودگاه ها تفتیش میکنند. لیکن اگر حکومت تاجیکستان یک پوچته دیپلماتی روان کند، او را هیچ کس حق ندارد که تفتیش کند و این پوچته دیپلماتی با امضای شخص اول میره. یعنی در اینجا خود رحمانوف قاچاقچی اساسی همین مقدار سنگ بود. بسیار خوب. نفری که به ما زنگ زدید و گفتید که عاقبت این پرابلم ها چی می شود، برای چی من اینجا این مثال رو آوردم؟ برای این مثال رو آوردم که برادر عزیز گرامی، مشکلات ما همین است که خودی ما در رأس حکومت شخص قلاب داریم. شوکت، ما صدای شما را نداریم. برادری که من اینجا اکای علیم صدای ما رو نشنیدند، گفتنی هستم که برادری که به ما سوال دادید گفتید که به کارشناسان عاقبت این امروزی تاجیکستان چی می شود و این حالت چی می شود و اکای علیم جواب شما رو گفتند. به خاطر چی من این مثال رو آوردم؟ سرقت دارایی کشور توسط یک کماندان فرات خلقی که او رئیس کمیته سنگ‌های قیمت‌بهای تاجیکستان بود. این نشانگری آن است که ما در رأس کشور یک شخص قلاب رو داریم و وقتی که در رأس کشور شخص قلاب نشسته است، چگونه پرابلم حل می شود؟ تا اینکه یک اصلاحاتی به میان نبیاید. برای همین من این مثال رو به شما آوردم. خواهش میکنم زنگ دیگر رو قبول کنید. الو. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. او گوش میکنم، صداتون میپیه.
خوب است. بار دیگر السلام علیکم. استاد یک گفته بود اگر صدر آغول نارک بسازی بماند تاجیکستان تاریکستان. با این سیستم دولت داری، با این حکومت دارانی که در بالای حکومت ایستادگیان، ما اگر هزار روغونی دیگر سازیم با همین تاریکستان میماند، با همین بدبختی میماند در سر ملت ما. یگانه مقصد ما، یگانه سیل ما باید این حکومت علیش کدام باشد. یگان راه دیگر نیست. یگانه راه حکومت علیش کدام. حرام خورا را از سر حکومت گرفتن. یگانه راه، دیگر راه نیست. تشکر به شما. لیکن دوستی گرامی برای ایوازی حکومت نفری ملت باید سرگزار باشد. ایوازی حکومت باید با راه قانونی صورت گیرد و برای راه قانونی صورت گرفتن ایوازی حکومت باید هر یک نفر سرگزار باشیم و آگاه باشیم. امروز ببینید ما درباره ثروت‌های تاجیکستان گپ می‌زنیم. ثروت‌های تاجیکستان یعنی چی؟ ثروت‌های ملت، ثروت‌های یکی ما شهروندان تاجیکستان. لیکن مردم به این اهمیت نمیدهند. برای مردم مثلا دو دست بیایند با همدیگر چی بحث‌های رقاصه‌ها، رپرها و دیگه بخاطر رو کارتشینان بهتر است از آنی که درباره ثروتشان گپ می‌زنید و برایشون اولویت‌تر می‌دانند این را که در مهاجرت در همین زیر برف باران و ژاله کار کرده ایستاده باشند، اما درباره آینده خودشان فکری نداشته باشند. این مصیبت است دوستان عزیز. برای همین اینجا حاجی بابا اگر در خط علاقه باشند گفته بودند که همین مسئله چند پیشنهاد دارند و با سواری چی باید کرد پاسخ خود را دارند. از بابای حاجی داجان یعقوب خواهش میکنیم در این باره فکرهای خودشان رو بیان کنند. پیش از همه برای همین بایگری زیر زمینی کندنی های ثروت های طبیعی را درست استفاده بردن از جوان ها دعوت کرده شود که به همین ساحه در مکتب های عالی خوانده متخصص شود. یعنی متخصصی کشف نمودن، تحقیق نمودن، استخراج نمودن، استحصال نمودن. به این البته پیش از همه حکومت جمهوری جوانها را سفربر کند. در اینجا موجوده خان گفتند که متخصص ها بسیار بیکار هست. متخصص ها رو جلب کردن در کار. دیگر بسیار چقدر که شما گفتید مهاجرها در عذاب در روسیه هستند، در اروپا هستند. آنها هم به همین ساحه ها داخل شده، یعنی متخصص شده و تاجیکستان برگرده. دوم، اطاعت از قانون نیست در تاجیکستان. باید اطاعت باشد، باید قانون برای همه یخله باشد. برای من مثال میبرم. در جلسه وسیع حکومتی روز 24 ژانویه سال 2019 رئیس جمهور امام علی رحمان اعتراض نمود که بایگری تاجیکستان در نمود اشیای خام یعنی کانسنترات برآورده نشود. من حاضر در اینجا علم شعر زمان گفتن که کانسنترات اشیای خام برآورده نشود. لیکن بعد از همین سخنی رئیس جمهور پس از 8 ماه هر یکایی که شما آگاه هستید، تماشابینان هم آگاه هستند، کان نقره یک جلوه تماما اجازه داده شد که پول را به چین کشانده شود. این خطای محض است. این من میگم که غارت کردنی نه تنها ذخیره طبیعی، غارت کردنی بودجه در عموم، غارت کردنی ملت است. برای همین من پیشنهاد میکنم که
کنسنترات یعنی اشیای خام با پررگی برآورده نشود. و سیوم از وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی خواهش کرده می شود که درباره شرطنامه هایی که آینده بسته می شود نه کم از 51% سهمیه از طرف حکومت تاجیکستان باشد و 90% کارگر از طرف اهالی تاجیکستان باشد. چرا؟ وقتی که 70 یا 80% سهمیه را دیگر مملکت میدهد، این به منفعت خلق نیست، این به ضرر خلق است. برعکس مانند اگر همین خیل باشد به نسل آینده استاد کار نکنند، برای ملت ضرر نبرد. برای همین از وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی خواهش میکنم که حتما به این مسئله اعتبار جدی دهند. همین است. یعنی اینجا با یک مسئله جدی حجب آوازتان نیست. اینجا حاجی بابا با یک مسئله جدی اشاره کردن. تماشاگران گرامی گفتند که ثروت ملت همچون اشیای خام و خارج برآورده نشود. اگر از عهده کارکرد نمیبراید بیگذار به نسل‌های آینده ماند. یعنی ملت را غارت نکنید. وقتی که از عهده کارکرد نمیبراید ملت را غارت نکنید، بگذار به نسل‌های آینده ماند. نسل‌های آینده آموزند، متخصص شوند و در داخل کشور کارکرد کنند. استخراج را کشوری غیر میکنند، کارگر را با خودش میبیارد. یعنی حتی کارگر از تاجیکستان نیست. کارگرهای کلیدی را نمیمانند به اطراف کارهای کلیدی رفتن. انا برای همین دوستان عزیز اینجا بسیار مسئله های مفید بررسی شد. اگر یگان نفر دیگر باشد زنگ قبول کنیم، بعد پیشنهادی بعضی کارشناسان دیگر رو گوش میکنیم. الو بفرمایید. سلام به کل تماشاگران و متخصصان مهمان برنامه شما. و علیکم السلام. شما در برنامه فردای تاجیکستان یگان سوال، ملاحظه، پیشنهاد داشته باشید بفرمایید. خب پیش از آن که سخن کنم من باید از جای خودم معلوماتی هم که منم یک مهاجر، چون که مهاجر علم دیده میگوییم کوتاه کنیم. نظر خود ابراز میکنم منم که امروز 99% مهاجران از مهاجرت ناراضی هستند و از حکومت تاجیکستان ناراضی هستند. آیا از بین بردن حکومت تاجیکستان معامله ما میتونیم سنگ‌های قیمت‌بهایی که داریم کارگر کنیم یا که از خود کنیم یا که صاحبی کنیم؟ من فکر میکنم که نمیتونیم. چرا که ما پیش از آن که با سنگ‌های قیمت‌بها برای کارکردش مشغول شویم باید ما اول تکنیک سازیم. ما که تکنیک نداریم از دیگه دولت‌ها که بیاریم، دیگه دولت‌ها نمیتونن تکنیکشون یا که با سطح بلند قیمت میفروشن که در ما تغییر نمیگیرد، یا که اگر زواده هم که امروز زواده از دیگه دولت که در دیگه دولت زوادهاش که گرفتیم که آوریم، اونا راضی نمیشن که ما امروز کارکر کنیم به زواده اونا، پرسنت خودشون گام میزنن. و دیگر اینکه ما مردم تاجیک پیش از این معامله فکر میکنم که این معامله 20 سال است، چند سال است حکمرانی میکند. پیش از این معامله آیا ما مردم تاجیک
چه خیل بودیم یگان چیز اختراع نکردیم در دولت شوروی در یک دقیقه من همینجا به فکر شما راضی نیستم، برای اینکه ما یک چند کارخانه های زرگری داشتیم، یک چند کارخانه های کارکرد طلا و دیگر متال های قیمت بها داشتیم، حتی کارکرد یک دقیقه ما در تاجیکستان یک چند در اتحاد شوروی یک چند کارخانه های کارکرد متال و سنگ های قیمت بها داشتیم. حالا آنها را میده کردن، آهن پاره کردن، به متال لام دادن، یا اینکه آنها همین فقط صورتشان مانده است و خلاص. داشتیم ما حتی میراث از اتحاد شوروی ماندگی را کار فرموده نتوانسته ایستادیم. یعنی حکومت در کار فرمودن اینها عاجزی میکشد، همه را ویران و ولنگار کرده است، بجای آن که اینها به و کارخانه که پیش از حکومت امام علی بود همون کارخانه از کی بود؟ از خود تاجیکان بود. این تاجیکان اگر تاریخ تاجیکستان ورق زنیم و مردم تاجیک چیکار کرد؟ نه تکنیک دارد نه تکنیک. برادر عزیز یک بار گوش کنید، حکومتی که نتوانست از چیز تیار، مال تیار، کارخانه تیار را کار فرماید، آیا این دیگه کارخانه اختراع میکند؟ تکنیک اختراع میکند؟ تکنیک تیار را نتوانست از کار فرماید، چگونه اختراع میکند؟ برای اختراع کردن، برای کارخانه را کار فرمودن، با تکنولوژی معاصر مجهز گردانیدن، برای ما حکومت لازم است که شایسته سالاری را به میان بیارد، متخصص را قدر کند، متخصص نرود کوچه رو بکند در کشورهای غیر، متخصص بیاید تکنیک اختراع کند. برای این حکومت گوش شنوا لازم است و در تاجیکستان باید متخصص قدر داشته باشد. وقتی که متخصص قدر ندارد، نه اینکه تکنولوژی ترقی میکند یا که تکنیک میسازد، برعکس تکنیک بودگی کار ناشایان میشود و این رو ما دیده ایستاده ایم. به این چی میگویی؟ نه درست، من نمیگم که حکومت بیگناه هست، اما ما همچون ملت همین مردم تاجیک و مثل دیگر مردم ها کارخانه یا که یک چیز با اختراع کردن یک چیز کم اهمیت میدیم. به این فکر شما من موافقم. باید ما یک بار آینه نگاه کنیم که حداقل حکومت اگر حکومت که ظلم که کرد، اگر ما مردم یک دل یک سرچشمه این فکر میکنم که یک دلی مردم نیست. اگر ما یک دل شویم باید همین حکومت در همین انتخاباتی که این گذشت باید حکومت آواز نمیگرفته، حکومت پرزیدنت رحمانوف باید رئیس جمهور نمیشد. بله. کی آواز داد همون حکومت امروزه رئیس جمهور کی آواز داد؟ از دیگه مملکت آواز نگرفته است از خارج. همه ملت تاجیک، مردم تاجیکستان آواز دادیم. فکر میکنم که بغیر از مسافرها. بله. اونجا آواز داده نشده است. اونجا خودشون تعیین کردن. مردم حتی اکثریت به انتخابات هم نرفتند. خب اینش نمیفهمم تا چه اندازه چه خیلی انتخاب شد، اما مردم تاجیکستان بودگی فکر میکنم که همون انتخاب کردن. اگر امروز هم که اگر ملت یک فکر و یک دل باشد، ما میتونیم یک حکومت درست به وجود بیاریم. اما فکر میکنم که همه پیش باید ما پیش از آنکه یک کارخانه تشکیل کنیم یا یک سنگ‌های قیمت‌بهای که در تاجیکستان هست صاحب کنیم، باید ما اول یک دلی و یک نظر فهمی یک دیگر رو باید داشته باشیم. و امروز نظرات هر یک انسان هر خیل است. اگر یک آدم بیاد نظر خودش رو بگه در تک کامنتارها چنان هم حقارت و دشنام می‌کرد، مردم این از فکر میکنم که بی سوادی و به یک دیگر فهمی هستیم.
تشکر به شما برادر عزیز گرامی. وقتی ما به پایان رسیده است، وقتی که ما برای برنامه فردای تاجیکستان جدا کرده بودیم به نهایت خود رسیده استاده است. اینجا من از کارشناسان عزیز خواهش میکنم که هر یک نفر در طول 1 یا 2 دقیقه یگان اگر ملاحظه یا فکر داشته باشند بفرمایند و بعد این برنامه رو به آخر میرسونیم. اکای علیم یگان چیز گفتنی هستید؟ خب اینجا یک پاسخ بود و یک سوال بود که این همه ما رو تو کجا میبرد. این دو را دارد همه همین اون چیزی که امروز بحث کردیم، اون زندانی هایی که اون نفرانی که بیعیب زندان میشوند هر روز و اون خودکشی ها، اون یعنی کشتن تخم نزاع و خصومت و خشونت امروز که در تاجیکستان است، همه این دو امکانیت چی دارد خاتمه. یکمش یا این ما رو امین رژیم ما رو به نیستی، دولت تاجیکستان رو همچون دولت به نیستی میبرد، یا مردم دست به کار میشوند و این رژیم رو از تخت میکنند، چون این رژیم به طور قانونی رفتنی نیست. این علاقه همه جانبدارانش هم احساس کردن که این رژیم به طور قانونی رفتنی نیست. برای همین یا این ما را به نیستی میبرد یا ما این را به نیستی میبرد، دیگر وریانت نداره. تشکر. اپای موجوده یگان چیز گفتنی هستید؟ باز صدا نیست. اپای موجوده یگان چیز گفتنی هستید؟ در خاتمه من همین چیز را قید کردنی هستم که باید ما امروز افتخار ملی داشته باشیم، یعنی حکومتداران ما افتخار ملی داشته باشند و بتوانند که گنجای تاجیکستان را امروز بیشتر ترغیب کنند، نه اون که چنانه که شما در اولی صحبت گفتین فقط با ایدی کدو و ایدی بادرینگ و دیگر چیزا ما تاجیکستان به جوانی معرفی کنیم. و چون درباره گنج‌های نادر تاجیکستان حرف میزنیم، ببینید که امروز یگان کارخانه زرگری ما فعالیت نمیکنه. یگان کارخانه زرگری تاجیکستان با محصولات طلا و نقره کار نمیکند. هستن خیلی کارخانه خرد زرگری که فقط کمی با نقره کار میکنن، با طلا اصلا کار نمیکنن. بیاین امروز فعالیت این کارخانه را پرا برامانند، این کارخانه فعالیت کنند و مردم صاحب جای کار شوند و محصولات تاجیکستان در شکل تیار به خارج کشور برآورده شود. یعنی که افتخار از آن داشته باشیم که امروز در بازارهای دیگر کشورها محصولات تاجیکستان طلا یعنی که ما خیلی زرگرای خود داریم، یعنی اون محصولات بتونیم که به جوانی ها معرفی کنیم. اگر این کارا را ما امروز برامونیم و در فکر این کار باشیم، فکر میکنم که وضع زندگی مردم، وضع نیکوئولی مردم خوبتر میشد. اگر نه اون چیز که گفتیم همش یک خزیان باقی میمونه. تشکر باشه. اکی عبدالمنان حضور دارید؟ اکی عبدالمنان اگر اکی عبدالمنان حضور نداشته باشند، ما فکری اندیشه حاجی بابا را پرسیده بودیم. با همین تماشاگران گرامی برنامه امروزه ما به پایان خود رسید. فکر میکنم خیلی چیزهای مفید در برنامه گفته شد. از کسانی که عین حال ما را تماشا کرده ایستادید، پیوند این نوار یعنی سیلکه را به تمام دوستانتان فرستانید تا آنها از این گفته های ما و از این معلومات هایی که در این برنامه گفته شد باخبر شوند و از حقوق های خود باخبر شوند. وقتی که ملت از حقوق خود باخبر شد، وقتی که ملت از بایگری خود باخبر شد، حتما کوشش آن را حفظ کردن را میکند. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با امید دیدار در برنامه های دیگر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.